ابن مسعود زمانی که این را بیان کرد که لعن الله الواشمة والمستوشمة الواصل والمستوصل النامس والمتنمس، گفت رسول الله لعنت کرده است به کسی که داغ میکوبد یا طلب میکنه کسی را که در وجود ما داغ بزن. یکم طرف ببینید در بینیا و هر جای خود داغ زدگیستن، داغکاری کردگیستن، رنگای مختلف در وجود خودم پیدا میکنن. یا این که واشمه و مستوشمه به خود میگه موی جداگانه در موی ما یک موی دیگر را بسته کو طلب میکنه یا خودش دیگه کس جور میکنه. نامسه کسی که ابروی خود میگیره. متنمسه دیگران میگه ابروی مرا بگی، زنها خانم ها. لعنت الله به بالای زینا. یک خانم گفت که ای ام ابن مکتوم یا ای عبدالله، گفت من قرآن خواندم میره پیدا نکردم کسی ابرو را بگیره و ملعون باشه، لعنت شده باشد. عبدالله ابن مسعود برش گفت اگر تو قرآن صحیح میخواندی پیدا میکردی. گفت چی هست؟ گفت که این آیت نخواندی که و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که پیامبر براتان میته با او عمل کنین و از آنچه که منع میکند. در اینجا رسول الله منع کرده که ملعون است کسی که خانم هایی که ابروی خدا را میگیرن و میچینن و ببینی چه عذاب مصیبت سر خود میارن. فکر میکنن که زیبایی است، اگر این زیبایی نیست. این زیبایی از به نزد کافرها و غربیا و بیدینا هستند. مسلمان همو ابروی خودش به صورت طبیعی باشه و نمو زیباییش است. گفت نه اگر توی را میخواندی پس رسول الله که منع کرد، گفت ما را پیامبر منع کرده و این حدیث است. بعد از او گفت ما فکرم نشده بود، یعنی این گفت در قرآن است. یعنی سعی کنین که حدیث گفت که شرح قرآن است و این موضوع را که پیامبر بیان کرده اصلش در قرآن است، گویا که در قرآنی بیان شده است. و دیگه آیاتی است که بسیار صریح در سوره نساء که اطاعت پیامبر واجب کرده به بالای ما و شما و حجیت دلیل بودنش، که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. قسم است بر ربت ای پیامبر لا یؤمنون که مردم ایمان نداره، ایمانش تایی نیست تا که حتی یحکموک، تا اینکه تو را حکم قرار نده، تا که فیصله تو را دستور تو را عملی نکنه و با آنچه که عمل کردی او را سرمشق زندگی خود قرار نده. فیما شجر بینهم، در او اختلافاتی که در بینشان واقع میشه، تا که تو را حکمیت قبول نکنن ایمان ندارد. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، باز پیدا نکنن در قلب خودان تنگی و خفگی از آنچه که تو فیصله میکنی. کدام چیزی که تو فیصله میکنی اینا در قلبشان اگر یک چیز پیدا شود خفگی، بازم ایمان نداره، بگوی این فیصله عادلانه نیست. و یسلموا تسلیما، تا این که کامل منقاد نشن به فیصله و هدایت تو ایمان نداره. دیگه سعی کنین آیت قرآن است. حتی یحکموک چی معنی؟ حکمیت پیامبر، این سنت پیامبر سلام، طریقه پیامبر سلام، احادیث صحیح پیامبر سلام کسی قبول نکنه ایمان نداره. فلا و ربک لا یؤمنون.